کارنر سرخ وارد گیج مسابقات میشه عبدالوهاب احمدی. بیننده ها و حاضرین، با بهترین های AUC آشنا شوید و شاهد یک فصل جدید در تاریخ ورزش افغانستان باشید. شما یکی از هیجانی ترین لحظات ورزش افغانستان را با ما تجربه میکنید، چون این است شب قهرمانان یونیفاید AUC. در نخست از کارنر آبی، این مبارز با قد 175 سانتی متر در وزن 57 کیلوگرم به نمایندگی از کمپ قهرمانان مولا علی از ولایت بامیان مرتضی محمدی. در مقابلش از کارنر سرخ، این مبارز با قد 175 سانتی متر در وزن 57 کیلوگرم به نمایندگی از کمپ جوانان پغمان از ولایت کابل عبدالوهاب احمدی. داور مرکزی مسابقات استاد اسدرضای مهربان قوانین برشان تشریح میکنند. قوانین براتون گفته شده، تکرار نمیکنیم. اصلا نگیریم، باید دستاب نزنیم. کار بودیم؟ بس برو. بله، نخستین دور مسابقات آغاز شد. نبرد خیلی جذاب و ایرانی میان مرتضی محمدی از ولایت بامیان در مقابل عبدالوهاب احمدی از ولایت کابل جریان دارد. دوستان بعدی مسابقات توسط حرکت گل تیم 2 از کارنر آبی مرتضی